سلام و درود خسته نباشید به تمام بینندگان و علاقمندان گرامی. هم امیدوار هستم که خوب باشید. من ناصر خان سعادت هستم از کانال تخاطش. خیلی خوش آمدید. برای اولین ویدیوی ما میخواهم یک کامپیوتر را به شما معرفی کنم. کامپیوتری است که سرعتش خیلی بالاست، کامپیوتری است که حجمش خیلی بالاست، کامپیوتری است که ارزان است ولی با کیفیت است. اگر شما به دنبال یک کامپیوتر هستید، نمیدونید که کامپیوتر از کجا بخریم، نمیدونید که از کدام مدل بگیریم، نمیدونید که از کدام سایت بگیریم، کامپیوتری بگیریم که از کدام کمپانی باشه. در بازار میرین، در دکان میرین و در شرکت ها و در کمپانی ها میرین، ولی در کنجکاو هستین که کدام مدل بگیریم. آیا اونا قیمت میفروشن، ارزان میفروشن، با کیفیت میفروشن؟ چگونه کامپیوتر باشه که ما در کاروبار خود، در بزنس خود و در دفترداری خود و در عکاسی خود و در ادیت ویدیو و ادیت عکس برای ما کار بتند و سرعت کارش خیلی بالا باشد. ما به شما یک کامپیوتر معرفی میکنم. شما برین از همون کامپیوتر بگیرین. ارزان است ولی با کیفیت است. ولی بعضی ها کامپیوتر بر شما میفروشن، ارزان قیمت میفروشن، اما سرعت کاریشان خیلی ضعیف است و نمیتونید شما از اون کار بگیرید. نمیتونید شما اکسل و ورد و 4 برنامه و پروگرامی که در کامپیوتر است او را شما نصب میکنین، گاهی یکیش میگیرن گاهیش نمیگیرن. فتوشاپ که شما وقتی که نصب میکنین دانلود میکنین تو فتوشاپ نمیگیرن، قوتش کار نمیدن، کامپیوتر جام میمونه، کامپیوتر گاهی روشن خاموش میشود. پس به همین خاطر ما تجربه کاریم است که ما 3 سال 4 سال میشه که کامپیوتر ما استفاده میکنم و خیلی ازش خوشحال هستم، راضی هستم. ما تمام برای من نقص تمام نشده. منم خواستم که به شما همین کامپیوتر معرفی بگیرم و شما از همین کامپیوتر بگیرین. شما انشالله به شما مفید می باشد و نقص نمیکنه. کامپیوتری که ما به شما معرفی میکنم کامپیوتر دیل است. کامپیوترهای زیادی است، نامش HP است و دیل است و دیگه کامپیوترها نامای متفاوتی دارن، اما کامپیوتری که به شما معرفی میکنم کامپیوتر دیل است. ببینین سبک است، رنگش ماشاءالله سیاه است و دیگه سایز کیبوردایش هم خیلی خوب است. ما فعلا خاموش است، روشن نکردیم. به همین خاطر شما اگر میخواین کامپیوتر بگیرین، خانه حدود 15 16 13 و نیم 14 و نیم کامپیوتر خوب بدن. از اون بالایی که کامپیوتر که شما میخرین این بالاتر از کار شما هست. مثلا بعضی ها که کامپیوتر میخرن که در صرافی کار میکنن، کامپیوتر میخرن در سیستمای بالا کار میکنن، با اونا باز کامپیوترها نمیشن. بس شما این کامپیوتر خوب است، مفید است. به همین خاطر شما کامپیوتر بخرین که رمش هم 13 و یا 12 باشد و سرعت کارش خیلی بالا باشد و از یک کمپانی بخرین که به شما مورد ارتباط باشه. اگر بسیار کنجکاو هستین برین و در گوگل سرچ بکنید که قیمت کامپیوترها رو شما سرچ بکنید که از کدام مدل بگیریم و از کدام مدل‌های مختلف زیاد است. شما باز دنبال بکنید هر کدامتون باز معقول که آمد اونجا در کپشن روشن میکنه که مدل است و این مدل دیگه مدل‌های ضعیف است. به همین خاطر این کامپیوتر دیل کامپیوتر بسیار خوب است در فتوشاپ و در ادیت عکس و در ادیت ویدیو و در دفترداری و در گرافیک دیزاین. اینا خیلی کار میده.